بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. درس امروزی ما دوامی گویم شرط ششم پوشانیدن عورت بودن. پوشیدن عورت تا آخره خواندگی نبوده. نه. بعدا شیخ شارح میفرماید که والإجماع الذي ذكره الشيخ حكاه ابن قدامة في المغني، يعني اون اجماع را که شیخ ذکر میکند، يعني محمد بن عبد الوهاب اجماع ذکر میکند که همون اجماع را که شیخ الاسلام ذکر میکند ما یادداشت بشه این کجا رو گفتی صداست میدونه. خب قد اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عریانه، همون گفتی صداست، یعنی که نمازش بیرون میشود کسی که برهنه نماز گذارد دیدو دانسته. حکاه ابن قدامه، این ابن قدامه نقل میکند در کتاب المغنی. ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة الجماعلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي 541 هجری تولد 620 هجری وفات کرده است. الله رحمتش کنه. عن ابن عبد البر، از یعنی نقل میکنه ابن قدامه در کتاب مغنی از ابن عبد البر. وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. در سنت آمده است که شخصی نمازگزار در برابر پوشانیدن عورتش کتفهایش را در نماز نیز ستر میکند، یعنی به دیگه تعبیر بگیم به تنی مایکه نمیخواند، کتفاش لوچ برهنه. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، از ابو هريره روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنین فرمود: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. کسی از شما نماز نگذارد الحمدلله لا يصلي احدكم، کسی از شما نماز نگذارد در یک جامه. خب ليس على عاتقيه منه شيء، یعنی بالای کتفش هنده یگان چیز نباشد، یعنی که کتفش برهنه نباشد. فهمیده؟ اخرجه البخاری مسلم، حدیث بخاری مسلم باید کرد. بعداً می‌فرماید که والمرأة عورة لقوله صلی الله علیه وسلم، زن عورت است بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم. المرأة عوره، زن عورت است. فاذا خرجت استشرفها الشیطان، وقتی که از خانه میبرآمده است دیگه شیطان سرش بالا کرده تماشا میکرده است بزن، یا که شیطان قصد او میکرده است. چون که به طریق زن چند انسان اعضا میزند، چند انسان هایی را که میشود که شیطان به مستقلی به تنهایی زدن نمیتواند ارا، اما به طریق زن کمتر آسانش میشود، یاردمش میشود. همیده؟ خب برای مول خطر داره زن. خب
رواه ترمذی، حدیث ترمذی روایت کرده. هر یا بلا هر رضایی که در کشورهای ما هست پشتی زنه. هر مصیبتی که در خانواده و در خیش تبار و در حد همسایه میشه پشتی زنه. یعنی زن از کنترل برآمد همه جا ویران. زن عورت است. عورت بودن زن یک مذهب تعلق ندارد. فهمیدیم؟ بارک الله فیکم. خب مذهب ابو حنیفه نمیگوید که زن مثال گیریم برهنه گردد. من تعجب میکنم از حال اون انسان هایی که در درون مسجد نماز میخواند اما مذهب بیرونش گفته او رو تنقیدش میکنه. او زنایی که در خد کوچه میگردن، زنایی که فاحشه گرده میکنن، زنایی که فالچی و جادوگری میکنند، یگان کس نمیگوید که کارای اینها خلاف مذهبی ابو حنیفه است. نمیگوید. برای چی؟ برای خاطر که این تاکتیکی عبری ها، تاکتیکی یهود و نصرانی ها هست. یهود و نصرانی ها میدانند که کدام چیزه در کدام چیز مسلمان ها رو متهم کنن و اون که خلاف مذهب تونه، در کدام چیز نه. در روسیه هم همین خیلی است. در روسیه هم بارک الله فیکم از مفتیان سر کرده تا یعنی که فدرال همش یعنی که طلب میکنه از امام ها که از مذهب ابو حنیفه بیرون نشوید. اما زنها تو چی خیلی که میگرن گشتن گیرن. فهمیدی؟ بارک الله فیکم. الله المستعان. والمرأة نعم گفتیم. وعن عبد الله بن مسعود وقال هذا حديث نعم يعني إنا من وقال عز عبد الله بن مسعود وكما حديث أخو خاني الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. حديث صحيح حسن غريب بس. وانظر إرواء الغليل يعني كتابه إرواء الغليل نجح. فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب. بزن واجب است که بدنش را ستر کند، حتی رویش را ستر کند از مردان بیگانه. قال شیخنا محمد امین الشنقیطی رحمه الله. شیخ ما محمد امین الشنقیطی، شیخ عبدالمحسن گفتی سریع استاد میشه در کتابش گفته است که اضواء البیان فی تفسیر سوره الاحزاب. اضواء البیان کتابی قول شیخ ما درس کرد حفظه الله تعالی. خب این کتاب از اون شیخ عبدالمحسن الشنقیطی میشه کتاب تفسیر، لیکن تا آخر تفسیر کردگی نیستن. تا آخری کتاب تفسیر نکرده و فوت کرد. عن هذا الحديث در مورد این حدیث شیخ ما در کتاب تفسیر گفت که وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. یعنی هر جو که آن چیزی که در همان آمده است که زن عورت است گفته آمده است، در کجا که آمده است که زن عورت است، این دلالت به حجاب میکند. فهمیدید؟ دلالت به چی میکند؟ دلالت میکند که برای خاطر زن عورت، مادامی که زن عورت باشد دیگر باید که حجاب داشته باشد. للزوم ستر کل ما یصدق علیه اسم العوره. یعنی این دلالت میکند بر لازم بودن پوشانیدن هر چیزی که نام عورت رو بود چی دانسته میشه و تصدیق کرده میشه. گردن عورت محکم کردن، رو عورت محکم کردن، دست عورت محکم کردن. و ذکر شیخنا ایضا شیخ ما همچنین ذکر میکنه ان حکم تغطیه الوجه لامهات المؤمنین مما اجمع علیه اهل العلم. یعنی حکم پوشانیدن روی برای مادر مؤمنها از جمله چیزهایی می باشد که به همان اهل علم متفق شده هستند. خب وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشمل على قرينتين تدلان على أن الحكم
ليس خاصا بهم بل لهن ولسائر نساء الأمة. یعنی اون آیاتی که نازل شدگی هستند آیدی امر کردن زنهای پیغمبر با حجاب، یعنی الله امرشون کرده است که باید حجاب به خود گیرن، در بر میگیرن و شامل دو حجت می باشن که این دو حجت دلالت به آن میکنن که این حکم خاص به ویها نبوده است، بلکه این حکم هم برای زنهای پیغمبر است و هم برای دیگر زنهای امت. فهمیدید؟ انشاءالله این به دو علت یا که دو دلیل درس آینده میگذاریم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.